بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تقریباً 4 ماه پیش کاوش آزاداندیش ملحد رو به مناظره طلب کردم. مناظره‌ای که در رابطه با مهمترین اصل الحاد و اسلام یعنی اثبات وجود الله متعال باشد. مناظره‌ای که بر اساس مشترکات عقلی باشد. اما پس از فرار و گریزهای متعدد او بهانه‌جویی کرد و گفت در رابطه با اثبات وجود الله دیدگاه عقل مناظره نمی‌کنه، بلکه در رابطه با اثبات وجود الله دیدگاه قرآن مناظره می‌کند. به نوعی خودش اعتراف کرد که عقلی ندارد تا معیار قرار دهد و مناظره کنیم. این کلیپ دعوت اسلامگرایان به مناظره است. مناظره در 2 باب. یکی باب این که در مورد وجود اللهشون که همه صفات را برش دادن در قرآن و از قرآن دلیل بیارن. ما هم قبول کردیم با وجودی که او قرآن کریم رو قبول ندارد، اما باز هم ما قبول کردیم و مناظره در رابطه با اثبات وجود الله متعال از دیدگاه قرآن کریم خواهد بود. کاوش آزاداندیش، اگر این بار فرار کردی از مناظره، نام تو را موش فراراندیش میگذارم و نباید که از این لقب ناراحت شوی، چون که قبلا از لقب دلقک ناراحت شده بودی. من کسی که به پیامبر عزیز و محبوبم محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین وارد بکند او را دلقکی بیش نمیدانم. شماره تماس من از ابتدای کلیپ زیرنویس شده و برای برنامه‌ریزی جهت مناظره پیام بفرست. اگر این بار پیام نفرستادی یعنی شکست فاحش خود رو اعتراف کردی و باید که از تمام هواداران احمق‌تر و کودن‌تر از خودت معذرت خواهی بکنی.